بار گندم مال تو، پول بارنامه چاکری مال من. بله من یه کامیونتی دارم، اگه بار هست اروپا میبرم چون من هم لیسنینگم خوبه هم اسیکینگم. چه اینجا وایسادی؟ مادمازل رو نگاه کن. این شما قبلا تکنولوژی قبلا باری کلا بارداری. آره. یه نامه خیلی خوب. خودتون جایی نمیخوایم بریم؟ ماشین خوشگلی دارم، خوش آب و گلی دارم، خانوم نده منو آزارم، بار نمیدی به من. نه که نمیدم. میگه کونه شده گارم، خراب میشه با تو بارم، حساب بدهی زیاد دارم، بار نمیدی به من. نه که نمیدم. من میگه سهمی سوخ ندارم، واسه گازویل آزاد پول ندارم. بگو چطوری آرومش کنم من. نصف قیمت کی میره جاده؟ خانوم من کمیسیونتون که کم نمیشه، دوریم از زن و بچه ما همیشه. خانو فکر میکنه خیلی نانازه، واسه ما ولی اسکانیا کراشه. یه روز گاراژی واسه بارش، یه چند روز واسه بار خوابش، باز ما میکنیم سازش، بار نمیدی به من. نه که نمیدم. کاش جاده دست اندازش، روغن لاستیک و اطفالش، شدم پنچر ای خارش، بار نمیدی به من. نه خیر. بار نمیده به من. نوچ. بار نمیده، بار نمیده، بار نمیده به من. نه که نمیدم. چرا نمیدی؟ یعنی که چی؟ آقا ماشینتون فرسوده است، میزنین بار مردم رو خراب میکنین. مادمازل بیرون گود نشستی میگی لنگش کن. تا حالا نشستین 2 تا 4 تا بکنیم ببینیم با این هزینه روغن و گازوئیل، لازم گارا، عوارض و لاستیک، بیمه و میمه، هزار چیز دیگه. چی واسه راننده جماعت میمونه؟ آخه از یه جا با در بیاری که بتونی ماشین نو بخری. خیلی خوب، ثبات که داری بیا بخون. ماموت یه طرح ویژه داره که میتونی با شرایط خیلی خوب ماشینتو نو کنی. اون وقت هم خودت خیالت تو جاده راحته، همون کسی که تو خونه چشم انتظارته خیالش راحته که سالم برمیگرده. سالم برگردی آقای. آقای فرجشه چی میگی؟ هیچ. اون وقت هم بار خوب بهتون میدم هم کرایه خوب. حالا دیگه بفرمایید. شما در نکنید. از شما در اصلا نباشه بگم. ببخشید این باره بود نصف قیمت، بار نمیدی به من. رو به راه طرح تعویض تریلی فرسوده با نو، تحویل فوری با اقساط متنوع و بلند مدت. دنیای ماموت، تجربه بهترین ها.